این گوشی اندروید منه. هوش مصنوعی رو کردم دستیار صوتیم، تمام کارامو انجام میده. برای فعال کردنش فقط کافیه دکمه قفل گوشیمو نگه دارم تا فعال بشه. سلام، چطوری؟ خوبی؟ امروز میخوام برم پیاده روی. هوای تهران چطوره؟ هوای تهران آفتابیه و دما حدوداً 38 درجه است. پیاده روی در این هوا میتونه حسابی گرم باشه. آب یادت نره. نه مرسی که توصیه کردی، ممنون. خب ببین الان چون گرمه ساعت 18 میخوام برم. میتونی برای ساعت 18 یه آلارم تنظیم کنی تو گوشیم؟ حتما. الان برات یه آلارم برای ساعت 18 تنظیم میکنم. آلارم برای ساعت 18 تنظیم شد. خیالت راحت، وقتی که وقتش شد بهت یادآوری میکنه. مرسی، ممنون. ببین چون تنهای حال نمیده برم، میتونی به رفیقم یه پیام بدی ببینم اونم میاد یا نه؟ البته. بگو چی براش بنویسم؟ ببین تمام کاراتو با همین دستیار صوتی که هوش مصنوعی هست میتونی انجام بدی به زبون فارسی. بریم تو آموزشش. اول از همه هوش مصنوعی مایکروسافت که اسمش کوپایلوت رو دانلود میکنیم، تو گوشیمون نصب میکنیم. بعدش وارد تنظیمات موبایلمون میشیم. یک کوچولو میایم پایین توی قسمت برنامه‌ها، رو برنامه‌ها ضربه میزنیم. انتخاب برنامه پیش‌فرض روش ضربه میزنیم. اینجا برنامه دستیار دیجیتال رو انتخاب میکنیم. دوباره برنامه دستیار دیجیتال رو انتخاب میکنیم و از این لیست برنامه کوپایلوت رو انتخاب میکنیم. حالا هر زمان که دکمه قفل گوشی رو نگه داریم، دستیار صوتی فعال میشه. سلام رضا، چه خبر؟